اولین باری که درآمدم از یوتیوب نقد کردم ازم پرسید میخوای دلار باشه، ریال باشه یا تته. منم عین این دلار نیدا گفتم نه حتما میخوام دلار باشه. گفت پس دلار کاغذی باید به تحویل بدیم، پاشو بیا دفتر که دلاراتو بگیری. و اونجا اولین باری بود که حس کردم ای وای، جدی دارم به دلار پول در میارم و درآمدم دلاری شده. و درآمد دلاری یوتیوب واقعیه. زیاد اینو میشنوم که میگن ما تو ایرانیم، تحریمیم، پولمون رو نمیتونیم از یوتیوب بگیریم. چه جوری پولمون رو از یوتیوب بگیریم؟ چه فایده داره کانال یوتیوب بزنیم؟ و نمیدونم با ندونستن اینکه به سادگی میشه درآمد کانال یوتیوب رو تو خود ایران نقد کرد. چه فرصتی دارن از دست میدن؟ فرصت داشتن یک کانال یوتیوب که میتونه بهشون درآمد دلاری بده. بذار سادهش کنم برات. کلا برای نقد کردن درآمد یوتیوب ما ایرانی ها 3 تا روش وجود داره که من 3 تاشو یکی بهت میگم. که آخرین روش همون روشی که من و هزاران یوتیوبر دیگه تو ایران داریم انجام میدیم که اونم اصول خودش رو داره، اما واقعا به راحتی و به سادگی میشه درآمدمون رو توی ایران نقد کنیم. اولین روش و یکی از روش‌های نرمالش که البته مال همه نیست، مال کساییه که حساب بانکی خارج از کشور دارن، خونه خارج از کشور دارن، یا حالا به ایران و خارج از کشور در رفت و آمدن و به راحتی میتونن وقتی کانالشون به درآمد رسید اون آدرس و کد پستی و حساب خارج از کشورشون رو برای یوتیوب ارسال بکنن، ایمیل بکنن و درآمدشون رو نقد بکنن و بگیرنش. اما این برای خیلی ما فعال نیست و امکانش وجود نداره. روش بعدی اینه که ما فامیلی خارج از کشور داشته باشیم که خب اون حساب و کد پستی و آدرس و همه چی داره خارج از کشور و ما میتونیم از طریق اون فامیلمون درآمدمون رو نقد کنیم. که این روش دردسرای خودشو داره و ایرادات خودش هم داره که بهت میگم. و در نهایت انتخاب خودت، اگر فامیل خارج از کشور داری که بخوای با کمک اون درآمدتو نقد کنی یا نه. مورد اول این که پول شما به حساب اون فامیلتون خارج از کشور میره و اون فامیلتون باید پول رو برای شما بزنه. اگر به هر دلیلی هوس کنه که پولتو واریز نکنه خب میتونه. حالا ما اینو در نظر میگیریم که آدم کاملا مطمئنه اوکی قرار نیست پول منو بخوره و همه چی سر جاشه. موضوع بعدی که هست اینه که به پول شما مالیات تعلق میگیره. یعنی به اون درآمد یوتیوب من که به حساب فامیلم خارج از کشور رفته مالیات تعلق میگیره و اینا ما باید توی حساب کتاب در نظر بگیریم. یعنی اون فامیل من نمیتونه کل اون پولو برای من بزنه و باید اون قسمت مالیاتی که به حساب خودش داره تعلق میگیره به خاطر درآمد منو ازش کسر کنه که اینجا دیگه پای حساب کتاب وسط میاد و این چیزا رو باید بین خودتون انجام بدین و حساب کتابشو بکنین و درصد مالیاتیشو در بیارین و خلاصه ببینید قصه چیه. که خب من خودم با وجود اینکه کسی دارم خارج از کشور که بتونم با کمکش درآمدم رو نقد بکنم، از خیر این قضیه گذشتم، چون واقعا آدم نیستم که بخوام بشینم حساب کتاب بکنم، جزئیات در بیارم یا بخوام حالا بار رو دوش کسی بذارم. ترجیح میدم خودم همه رو انجام بدم و جلو ببرم. اما هر کسی حق انتخاب داره و اگر میبینید که براتون منطقیه که از اون فامیل ها و اون افراد مطمئنی که خارج از کشور دارید کمک بگیرید، میتونید این کارو بکنید. در واقع میایین آدرس و حساب بانکی و کد پستی همه چیز اون فامیلتون خارج از کشور رو برای یوتیوب ارسال میکنید به جای اطلاعات خودتون و اون پول، اون درآمد شما به حساب اون واریز میشه. و اما میریم سراغ روش آخر و روش سوم و روشی که هزاران یوتیوبر داخل ایران دارن انجام میدن، به سادگی هم درآمدشون رو نقد میکنن. اما یه سری اصول رو باید در موردش حتما رعایت بکنید که به مشکل نخورید. داخل ایران یه سری شرکت‌های واسطه وجود دارن، حالا ما بهشون هم MCN هم میگیم، که شرکت‌های واسطه نقد کننده درآمد یوتیوبرهای ایرانی هستن که این شرکت‌ها میان درآمد یوتیوبرها رو نقد میکنن و یه درصد رو به عنوان حق و زحمه و مالیات برداشت میکنن. و کار یوتیوبرهای ایرانی خیلی راحت میکنن از این نظر و این صد راه چه جوری نقد کنم درآمدم تو ایران رو برمیدارن. دمشون هم گرم. اما در مورد این شرکت ها ما یه سری چیزا رو باید حتما در نظر بگیرید. شرکت باید معتبر باشه. یعنی شما باید رزومه شرکت رو بررسی کنید که اون شرکت معتبر باشه. قراردادی که بهتون میدن، وقتی که شما میخواید با اون شرکت در واقع همکاری بکنید، یه متن قراردادی براتون ارسال میشه که این متن رو بخونید و طبق اون در واقع درآمد شما تو ایران نقد میشه. از درصدتون رو باید بررسی کنید، مدل قرارداد بستن رو باید بررسی کنید. یه نفر میگه من شاید 1 سال دیگه بخوام مهاجرت کنم، وقتی رفتم خارج از کشور درآمدمو دیگه خودم مستقیم بگیرم و شرکت برام نقد نکنه، به چه صورت میشه؟ اینو باید تو قرارداد قید بکنی، بررسی بکنی که مثلا به عنوان مثال تو یه سری از شرکت‌ها میگن شما 40 روز قبل از اینکه بخواید همکاریتون رو با ما لغو بکنید و دیگه خودتون درآمدتون رو نقد بکنید، باید به ما اطلاع بدید که ما در جریان باشیم. یه سری از شرکت‌ها میگن که ما آخرین
آخرین درآمد شما رو زمانی که میخواین از ما جدا بشین و دیگه خودتون درآمدتون رو نقد بکنید، آخرین درآمدتون رو حالا به عنوان خسارت بگیم، نه به عنوان حالا اینکه دیگه ما تا اینجا مثلا با شما بودیم، آخرین درآمد ما به طور کامل خودمون برمی‌داریم. یه سری این کار میکنن، یه سری این کار نمیکنن، همه اینا تو اون قرارداد مکتوبه. بچا درصد خیلی مهمه که اون شرکت با شما رو چه درصدی داره همکاری میکنه، چه مزایایی به شما میده، پشتیبانی برای شما داره، اگر کمکی نیاز داشته باشید هست، اگر بخواید کانالتون رو رشد بدین راهنماییتون میکنن. تمام این موارد شرکت‌ها یه درصدی از کانال شما رو، یه درصدی به عنوان حق الزحمه برمی‌دارن، اما باید سری آپشن ها به در واقع یوتیوبر ارائه بدن که تمامی اون رو تو اون قرارداد قید شده و باید بررسی بشه. و شرکت هم با شرکت دیگه متفاوته، یعنی هر شرکتی شرایط خودشو داره، مزایای خودشو داره و اون اصول و قوانین خودشو داره. حالا میگی من شرکت مورد نظرم رو از کجا پیدا بکنم؟ بچا من اینجا توی این ویدیو اصلا شرکت نه معرفی میکنم نه میتونم، اما بچهای خودمون رو ما به شرکت‌های معتبری که میشناسیم بر حسب ایده هاشون معرفی میکنیم. شما کاری که میتونید بکنید اصلا تو گوگل که بری سرچ بکنی شرکت‌های نقد کننده درآمد، برات یه عالمه شرکت میاره، شرکت‌های نقد کننده درآمد یوتیوب برات یه عالمه شرکت میاره که میتونی بری ازشون سرچ کنی، یکی یکی بررسیشون کنی، سایتاشون رو بخونی، رزومه هاشون رو چک کنی، بر حسب کانالی که خودت داری بشینی بررسی بکنی، بهشون پیام بدی، یکی یکی متن قراردادایی که برات میفرستن رو بخونی و ببینی متناسب با مزایا و شرایط و درصدی که در واقع دارن ارائه میدن همکاری با کدوم شرکت برای تو منطقی تره و شرکت مورد نظرت رو انتخاب بکنی. فقط بچه‌ها اعتبار شرکت از هر چیزی مهمتره. بعضی شرکت‌ها حالا یک مقداری نگیم نامعتبر یه سری اصول رو شاید رعایت نکنن و با هر یوتیوبری قرارداد ببندن. خیلی از کانال‌های یوتیوب ممکنه اون یه سری اصولی که باید رعایت کنن رعایت نکنن، کپی رایت بگیرن، یوتیوب بهشون اخطار بزنه و چیزی که هست زمانی که یه سری کانال وصل میشن حالا بگیم به ادسنس و از طریق شرکت واسطه در واقع کاور میشن، اگه یکی از این کانال ها به دلیل تخلف، به دلیل کپی رایت خوردن یا به هر دلیلی بپره یا بگیم دیمانیتایز بشه، احتمال پریدن سایر کانال های دیگه هم وجود داره. یعنی به خاطر اشتباهی یک کانال ممکنه بقیه کانال هم آسیب ببینن. به خاطر همینه که ما میگیم با شرکت های قرارداد می‌بندیم که وسواس دارن سر اینکه با چه یوتیوبری قرارداد می‌بندن. براشون مهمه کانال ها کاملا سالم باشن، هر یوتیوبری از راه برسه با هر کانالی باهاش قرارداد نبندن، کانال هایی که ریسک دارن رو باهاشون قرارداد نبندن. یعنی من واقعا خودم چک میکنم موقعی که داریم همکاری میکنیم یه سری کانال ها رو ارسال میکنیم، وقتی اون شرکت میگه من با این کانال همکاری نمیکنم دلیلو میپرسم، بعد میگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، میرم تو کانال بررسی میکنم میبینم بله ریسک داره این کانال، حالا یا داره موزیک با حق کپی رایت زیاد استفاده میکنه یا محتواش محتوایی نیست که از محتواهایی باشه که مورد تایید یوتیوب و اخطار میگیره و میگن خب دمشون هم گرم که این کانال ها رو وصل نمیکنن، خوب میکنن که وصل نمیکنن، چون اگه این کانال اخطار بگیره بسته بشه بقیه کانال ها آسیب میبینن. پس اینو باید در نظر بگیرید که مهمه واقعا ما با چه شرکتی داریم همکاری میکنیم. حالا تو اومدی رفتی قشنگ بررسی کردی، قرارداد رو خوندی، رزومه رو خوندی، تاریخچه درآمدی، شرکت معتبر رو پیدا کردی، باشون قرارداد بستی، چطوری میتونی در واقع درآمدت رو نقد کنی و درآمدت چطوری نقد میشه؟ شرکت‌ها بازم اینجا با هم متفاوتن، ولی اکثرا شرکت‌های معتبر اینطوری رفتار میکنن، به شما حق انتخاب میدن، ازتون شماره شبا رو میگیرن و بهتون میگن اگر توی یک سایتشون یا توی پنلشون یه پنل کاربری برای شما یوتیوبر خودشون هستید درست میکنن، به شما میگن که بیا انتخاب کن نحوه پرداخت تو میخوای چی باشه، میخوای دلار باشه، ریال باشه، تتر باشه، هر ماه هم میتونی تغییرش بدی. مثلا میگی من این ماه ریال میخوام، برام ریال واریز کن، عدد رو حساب میکنم به دلار همون ماه برات ریال واریز میکنن. میگی دلار میخوام، دلار بچه‌ها معمولا چون کاغذیه و حالت اون فیزیکی داره باید برید خود دفتر، برید خود اون در واقع شرکتی که داره درآمدتون رو نقد میکنه دلاراتون رو تحویل بگیرید. یا تتر باشه که خب من تتر خودم تا حالا تست نکردم ولی احتمالاً آدرس والتتون رو میدید و براتون جابجا میکنن تو والت دیگه، چون این روش ها وجود داره و خودشون اعلام میکنن کدوم روش ها میخواید و شما ماه به ماه تو پنل کاربریتون روشتون رو انتخاب میکنید و درآمدتون رو دریافت میکنید. به طور کلی از نقد کردن درآمد یوتیوبرهای ایرانی بخوام بگم واقعا کاری نداره، واقعا سادات من تو این مدت که دارم همکاری میکنم هیچ مشکلی نداشتم. اما اینکه شرکتت رو معتبر انتخاب کنی، سرچ بکنی، قراردادت رو کامل بخونی و بدونی داری چه خدماتی میگیری و در واقع چه حق و زحمتی چه درصدی پرداخت میکنی در ازای این خدمات مهمه. اگر شرکت رو پیدا کردی، بررسی کردی که هیچ، اما این کسی هستی و یوتیوبری هستی که در آسانه‌ای به درآمد رسیدنی اما نمیدونی چه شرکتایی معتبرن، چه شرکتایی میگیم
که جواب خودشون رو پس دادن، میتونی کلمه آموزش رو زیر همین ویدیو کامنت بکنی. من آیدی پشتیبان تلگرام برات میذارم، میتونی بهش پیام بدی که راهنماییت کنه متناسب با موضوع کانت و ایده‌ای که داری اجرا می‌کنی کدوم شرکت نقد کننده درآمد برات مناسب تره. امیدوارم ویدیو برات مفید بوده باشه و دغدغه‌های ذهنیت پاسخ داده باشه و امیدوارم دیگه اینجا این سوال جواب داده شده باشه که آیا ما میتونیم درآمدمون رو تو ایران نقد کنیم از یوتیوب یا نه، که قطعاً جوابش بله است. و اگه این سد ذهنت بوده واسه شروع نکردن یوتیوب، دیگه سد رو برداری و بری شروع کنی و استارت کارتو بزنی. اگه سوال داری میتونی کامنت بکنی، حتما بهش جواب میدیم. و اگه به یوتیوب و این سبک ویدیو علاقه‌مندی، من در مورد اولین درآمدم از یوتیوب و اینکه چطور ایده مناسبمون از یوتیوب رو پیدا بکنیم ویدیو ساختم، میتونی اونا رو ببینی که کلی بهت برای فعالیت تو یوتیوب ذهنیت میده. و سلامت و پرش باشید.